سفید پوش شریفچه ناظرینوف شهر کولوب روزی یک شنبه هر دو همین پهلوان در ناحیه رشت برای دریافت جایزه عالی مکافات رحیم باباجانوف مرسیا کمری 6 تلاش کردن و فیردوس نسیموف دست بالا شده بود. جاتون ایمستین رو سفید از طرف دستی راستی داور، سبز از طرف دستی چپی داور، هر دوشو معرفی کردیم. هر دو وقت و سعادت میدان زیبا کنید، کشتینگیری عالی و ارزنده تان را نشان دهید. حق و حقدار رسد. برای توجهتون، برای حضورتون، برای صمیمی‌ترین لحظه ها رو به میان آوردنتون پهلوانان محبوبی نوروباد بار دیگر خوش آمدید. همه شما برای ما عزیزانی که خاطره های نیک بود از ناحیه شمس‌الدین شاهی خود، اونی که خاطره های اندکی آلوده گیله ها این هم باز به خود حکمتی الهی ندارد. اکنون در میدان همیشه غلبه و ظفر نمی شود. یکی خواه باید باخ رو برد. از این نقطه نظر نشد. همه کشتی ها پرتافت و توجه حرکت و نظری سفید پوش و امتیاز بدن ارزش دارد. میگوید سرداور مسابقات خسرو شاه لازم است. بسیار میدانداری خوب نشد. هر دو تا احترام میکنن مردم. امروز با در نظر داشتی لحظه های خوب مشکلاتی با وجود آمده مرحله پیشی خیلی توجه کردید. آفرین. اگر در گشتینی که با طوری معمولی رئیس محترم اینجا اگر این ترتیب به راه میموندیم هر دینا 3 بار به میدان نمی اومدن خواه نخواه. چی ترتیبی که میکردیم اینها موافقت نمیکرد با بابا جان و با تایسون و این دوبانه دیگر 4 بانه بهترینی گران وزنهای کلوب شهر. تایسون جان همین است که بابا جان برادری محبوب است. کارش امروز چندان آمد نکرد. فکر میکنم رو افتاده نیست و پهلوان ارزشی این میدان رو قدر و منزلت و قیمت این میدان رو خوبتر و بالاتر میداند. تشکر زیاد. ما و سر از این کارهایی که امروز در ساختارهای قدرتی انجام میدهند هم بابا جان هم سفر 41 ساله اشترمرغ کجا کردی؟ خوالنگش ببری و تقدیرش در همی شمس‌الدین شاه اینجا حل می شود. رفتن ما شهر شاهین یک معتبرترین ورزشگر در برابری انا همون مسعودی احمدزاد اینجا بیان عارف به سبب نمیدون جیری تخلص شد. محمد عیسی رجبوف خیلی جوانی امید بخش است. هنرنمایی شد امروز هم کمون وقتی تو آمد نکرد کار در این خیلی خوبه. در چمپیونات آسیایی شروع کردیم و ابرم نگشی اومدی از تشکیل انمو پری و تملینی گفتنی گفت هست انمو کار تحصیلش رسون. این گفتی من نیست فکری منم ناصر بزرگ تصدیق بکنم. جای مبارقه نیست. حالا هم رئیسی محترم اینجا هم یک یختانی دو طبقه عالی دیگر است از نام رئیس حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین مردی ورزش دوست و مهمان پروری که این چهره ها را همیشه دستگیری میکنند. تحفه ارزنده و محمد عیسی رجبوف
تقدیم کرده می شود. انا همین جایزه یا تحفه عالی رئیس حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهی مسعود احمدزاد یک برزگل این انعامی رئیس ارجمندی ناحیه شمس‌الدین شاهین که به پهلوان قهرمان جهان که آسیب دید از خراسان و شمس‌الدین شاهین آمد یک تحفه عالی قدردانی کرده شود. خواهش می‌کنم. رمضان پهلوانی 15 ساله دهبه از 6,000 سومانه به محمد ایسار رجبوف و صابر جان فیضلی برای زحمتاتون برای خدمت‌های ارزنده‌تان که امروز 3 پهلوان را آوردید. سپاس تشکر. نبی نورعلی رو هم برای خیلی استعداد فوق‌العاده اشان تشکر میگوییم. اینها چهره‌های ارزنده و حالا در رقابت این دور شریف جان نظریه با یک امتیاز